درود شنوندگان گرامی، گفتارمان را از سلسله خوانش ادبی آغاز می‌نماییم. با توجه شما کتاب کسینوفونت تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل تقدیمتان می‌گردد. گفتار 41. سلسله مذکور با هدایت و دستگیری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به چاپ رسید. کروشنامه اثری است که تربیه سرلشکر و حاکمی آرمانی مردم فارس را در دوره هخامنشی‌ها تصویر می‌کند. آن همچون رمانی تاریخی، ترجمه حالی و دستورنامه اداره کنی و راهبری تعبیر می شود. در آن در برابر هنرهای جنگی و لشکرکشی و صنعت جنگ و محاربه ها، همچنین دستورهای سیاسی و اخلاقی در آمیزش با قصه های مردمی، ترجمه حالی و تخیلات بدیعی تصویر می یابد که اکثر آنها در دایره طبقه برگزیده افین صورت گرفته است. همچنین کروشنامه درباره خصلت و سیرت کوروش بزرگ معلومات می‌دهد. کتاب پنجم، باب دوم. بدان گابی سخنش را دوام داده گفت کوروش که عامه آدمان اگر پرره مطمئن باشد دلیری و مردانگی مغلوب نشونده ظاهر می کند، ولی اگر آدمان ترسانچک باشند تعدادشان هر قدر بیشتر باشند همون قدر به ترس و واهمه دهشت انگیز دچار می گردند. زیرا ترس و هراسی که آنها را فرا می گیرد با سخنهای زیادی ترسویانه بیشتر گردیده، با فراوانی عملهای ننگین افسون و با دیدن چهره‌های دلگیر و هذیان آور دوچند زیادتر می شود. از این رو ترس و وهم را با سخن آرام کردن آسان نیست. جنگاوران را دلیر و شجاع نمودن و به هجوم آوردن و یا عقب نشینی سری وقتی را در روحیه آنها برقرار کردن کاری سهل نیست. برعکس هر قدر بیشتر به آنها فرمان دهی که دلیرتر باشند، آنها همان قدر موقع خود را ناامیدتر در می یابند. عموماً قسم به نام زیوس سخنش را دوام داده گفت کوروش ما باید ماهیت مسئله را درک نماییم. اگر از این به بعد پیروزی ها در امور حربی به آنهای تعلق داشته باشند که از روی شماره بیشتری آدمان در صفهایشان بها داده می شود، پس تو حق داری که برای ما خوف داشته باشی و در این حال ما واقعاً در وضعیت ناگوار قرار داریم. اما اگر حالا مثل پیشتره جنگ ها را جسارت آنهای حل و فصل کنند، پس تو به موفقیت کار ما باور کرده می توانی. زیرا تو مشاهده خواهی کرد که ما با کمک خدایان نسبت به آنها خواهشمندان بیشتری وارد شوید و جنگ را پیدا خواهیم. و برای آنکه به این فکر باز هم بیشتر باوری داشته باشی، مطلب زیرین را به نظر گیر. دشمنان حالا قبل از آنکه به دست ما مغلوب شده توانند خیلی ترسانچک‌ترند
به نظر به آن دوره‌ای که از دست ما رو به فرار نهاده بودند خیلی ضعیفترند، اما ما باشیم برعکس حالا روحاً قوی تریم، زیرا از آن دمی که شما با ما همراه شدید غلبه کرده باز هم پرزورتر شده اید. عموماً حاضر آدمانت را که همراه ما به نبرد وارد می گردند نباید پست زد. مطمئن باش گابری، حتی خدمتگاران قافله نیز به غریبان دلیرانه پیروی می کنند. نهایت اینچنین از خاطر نبرار گفت در خاتمه کروش دشمنان حالا هم ما را کاملا آشکار کرده می‌توانند، ولی باور کن وقتی که مستقیما به سوی آنها حرکت میکنیم برای آنها دهشتناکتر خواهد بود. من محض همین فکر را دنبالگیری میکنم و از این رو ما را راست به سوی بابل راهنمایی کن. کتابی پنجم، بابی سیوم. همین طور راهپیمایی نظامی را دوام داده در روز چهارم به حد مرز کشوری گابری رسیدند. همین طور راهپیمایی نظامی را دوام داده در روز چهارم به حد مرز کشوری گابری رسیدند. وقتی که آنها به حدود خاک دشمن وارد گشتند، کروش همراه خود قوه پیاده‌گردها و شماره به نظرش ضروری سواره‌گردها را نگاه داشته آنها را در صف نظامی آراست. باقی مانده سواره‌گردان را باشد و پیش فرستاده با آنها فرمود که هر کسی را که با سلاح روبروی آنها آید به قتل رسانند. باقی مانده آنها را با تمام چارپایانی که دستگیر می شوند به نزد او بیاورند. فرمود که سواران فارس نیز در این حمله شرکت ورزند. بعضی آنها از پایشان را پرتافته برگشتند، ولی بسیاریشان غنیمتی بای آوردند. وقتی که غنیمت‌ها جمع آورده شدند، کروش پیشوایان مادها، برکنیان و همه حماتیم‌ها را دعوت نموده چنین گفت: دوستانم، گابری همه ما را سخاوتمندانه مهمان نوازی کرد. از این رو اگر ما بخش غنیمت جنگی را که موافق عرف و عادت و خدایان متعلق و آن قسمتی را که برای لشکر ضرور است جدا کنیم و باقی مانده غنیمت را به گابری دهیم، آیا رفتار ما عالی نیست و به تمام جهان نشان می دهیم که ما حتی تلاش می ورزیم از آنهای بالاتر باشیم که کار خیرشان را از ما دریغ نمی دارند. چون این پیشنهاد را شنیده همه آن را معقول دانستند و مفتون رفتاری کروش گردیدند. یکی از حاضرین حتی چنین گفت: البته کروش، ما باید محض همین طور رفتار کنیم، چون که گابری به نظرم ما را قریب گدا می شمارد، زیرا همیانهایمان از دریق‌ها تنگه‌های طلایی پر نیستند و ما از جام‌های طلایی نمی نوشیم. اگر همین طور رفتار نماییم، او احتمال می فهمد که بی زر و طلا نیز آدمانی نجیب شدن ممکن است. در این صورت فرمود کروش به موقعان بخش از حصه خدایان را تقدیم نمایید. آن حصه را که برای لشکر لازم است جدا کنید
و بعد گابری را دعوت نموده باقی مانده غنیمت را به او بدهید. همین طور مقداری ضروری غنیمت ها را گرفته باقی مانده اش را به گابری دادند. پس از این کوروش به سوی بابل حرکت کرده لشکری خود را از روی ترتیب نظامی که در روز جنگ آخرین بود آراست. از بس که آشوریان با این همه با جنگ به پیشواز او نبرآمده اند، کوروش به گابری امر داد که اسب سوار به مسافه پیشتر رفته اعلان کند که اگر شاه می خواهد بیرون برآمده برای کشورش به نبرد وارد گردد، او گابری نیز با او جنگ خواهد کرد و اگر شاه از حمایه کشورش دست کشد آنگاه او باید ناگزیر به اطاعت غاریبان درآید. گابری پیشتر تا جایی که بی خوف بود رفته همه این سخنان را اعلان نمود و شاه به پیشواز او قاصدش را با چنین جواب فرستاد: جنابت به تو ای گابری چنین میگوید: از آن پشیمان نیستم که پسرت را کشتم، بلکه از آن که من تو را همراهی او به قتل نرساندم. اگر خواهید که جنگ کنید پس از 30 روز برگردید. حالا وقت نداریم زیرا ما با آمادگی ها بند هستیم. در جواب گابری خطاب کرد: خوب بگذار این پشیمانی تو هیچگاه تمام نشود، زیرا که مانند روز روشن است من از آن لحظه ای که این پشیمانی ها تو را فرا گرفته است تو را خیلی زیاد آزار خواهم داد. گابری برگشت و پاسخی شاهی آشوری ها را رساند. کوروش پس از شنیدن سخنان او لشکرش را از بابل بیرون برآورد. بعد گابری را به نزدش دعوت کرده پرسید: به من بگو گابری، مگر تو نگفته بودی که آن جوانی که آشوریان او را به خواجه حرمسرا تبدیل داده بودند می تواند هم پیمانی ما باشد؟ بله، چنین به نظر می رسد، جواب داد گابری. من به این مطمئنم، چون که ما نه یک بار و 2 بار با همدیگر آشکارا در این باره صحبت کرده ایم. پس از بس که تو باوری داری که حال چنین است به نزد او رهسپار شو. پیش از همه کوشش کن که همه موضوعهایی را که درباره آن صحبت می کنید در بین خودتان مخفی نگاه دارید. با او نزدیک شو و اگر مطمئن بوده توانی که او واقعا دوست ما شدن می خواهد، کار را چنان سازمان ده که دوستی او با ما پنهان باقی ماند. زیرا در جنگ از راهی به دوستان نفع رساندن با وانمود ساختنی خود در پرده دشمن و به دشمنان ضرر رسانیدن با وانمود ساختن خود در پرده دوست وسیله بهتری وجود ندارد. درست است، تصدیق کرد گابری. من می دانم که گدت برای پاداش بدکرداری های بزرگی شاه حاضره آشوریان را با بهای بزرگ جبران کرده می توانست. با وجود این درباره آن که او دقیقاً چگونه رفتار کرده می تواند همه ما باید اندیشه نماییم. پس به من بگو، ادامه داد کوروش، اگر این آدم خنثی با یک گروه جنگاورانش به آن قلعه سرحدی چنان که شما میگویید از جانب آشوریان همچون تکیهگاه ضد گرکنیان و سگها برای حفظ کشور از هجومهای آنها ساخته شده اند نزدیک آید، پس به اندیشه تو سردار قوه های محافظتی او را برای وارد شوی به این قلعه اجازت می دهد؟ البته، جواب داد گابری، اگر گدت
به نزد او بیاید و مثل پیشتره از گمانی بدی او دور باقی ماند. خوب، مگر او تحت گمان و شبهه قرار نمی گرفت؟ قید کرد کروسکی. اگر من به ملک‌های وی نزدیک شده گویا آنها را ضبط کردن می خواستم و او باشد با تمام قوه خودش را محافظت می کرد. حتی اگر من چیزی را از او غصب می نمودم و او نیز در جواب بعضی از سربازان ما را، مثلا قاصدان مرا که به جانب قبیله های فرستاده شده اند که به گفته شما با شاهی آشوری ها دشمنی دارند، دستگیر می نمودند. اگر در نهایت کار قاصدانی که به دست او افتاده بودند گویند که آنها را برای قوه های حربی فرستادند و برای حمله به قلعه نردبان ها بیارند و مرد خنثای ما به سخنان آنها گوش داده نزد فرمانده قوه های محافظ این قلعه می آمد تا که گویا خواهش آگاه کردن او را از خطر داشته باشد. گابری راضی شد که اگر به این منوال عمل نمایند سرمحافظ قلعه بی شبهه او را به آنجا راه می دهد. وی حتی از او خواهش می کند که تا دمی که تو از اینجا نرفته ای او در آنجا می ماند. پس خانش را دوام داد کروش، در حالی که اگر وی امکانی وارد شوی به داخل قلعه را پیدا نماید آیا برای ضبط کردن این قلعه به ما کمک نمی رساند؟ البته، جواب داد گابری، اگر همه چیزهای ضروری را در داخل آن آماده سازد و تو به نزدیکی قلعه قوه حربی قوی را بیاری. در این صورت گفتارش را به اتمام رساند. کروش به نزدش رفته همه این سخنها را به او فهمان و عهد بسته در حال برگرد. برای تصدیق نیت‌های پاک وجدانی ما باشد از همه بهتر بران استناد نما که با خودی تو ما چگونه معامله نمودیم. بعد این گابری فوراً به راه برآمد. مرد خنثی او را با خرسندی پیشواز گرفت و در حال به همه تکلیف‌های او رازیگی داده با گابری درباره چیکار کردنشان عهد بست. همین که گابری به کروش خبر داد که مرد خنثی از نقشه پیشنهاد شده شاد است، کروش روزی دیگر به ملک‌های گدت نزدیک آمده وانمود کرد که او گویا به حمایه خود برخاسته است. کروش حتی یک قلعه‌ای را ضبط کرد که آن را گدت به او نشان داده بود. اما قاصدانی که آنها را کروش به نزد قبیله های همسایه فرستاده نشان داده بود که آنها باید با کدام راه روند، بعضی آنها را گدت برای ورود اجازت داد تا که آنها به آمدن لشکر مساعدت نمایند و نردبانها بیارند و دیگران را دستگیر کرده در حضور شاهدان زیاد پرسپاس کرد و چون شنید که آنها به قول خودشان با کدام مقصد به اینجا فرستاده شده اند در حال به جمع آوردن قوه هایش شروع نموده خود همان شب گویا برای آگاه نمودن سرمحافظ قلعه به راه برآمد. شما گفتار 41 را از سلسله خوانش ادبی از روی اثر کسینوفونت تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، صدابردار کریم جان حمیدزاده.